و در تربیه فرزندان باید ما هیچگاه به این 4 عمل دست نزنیم و دوری کنیم که سبب ناکامی فرزندان میشه. چی است برادران عزیز؟ بسیار تهدید کردن. تهدید زیاد روحی کودک و فرزند را میشکند. چی پسر باشد چی دختر. اگر از این امتحان غلطیدی نگاه که من ترا چیکار میکنم. تهدید روحی کودک را میشکند. او رو چنان میکند که به خود باور ندارد دیگر. ترسو میشود. باید تشویق کرد. تهدید نه، باید تشویق کرد. سه گرفتی هیچ گپی نیست فرزند جانم. کوشش کن فردا 4 میگیری، فردا 5 میگیری، باکی نیست. باید تشویق کرد فرزندان. دومین چیزی که کودک را میشکند این تنبیه دادن است، زدن است، لت کردن است. عمر انسان را تباه میکند. فرزند که برای پدر و پدر برای فرزند محبوب ترین انسان همون مهری و محبتی بین پدر و فرزند را از بین میبرد. تنبیه زیاد، زدن زیاد. او عصرهایی که ما رو میزدند او عصرها گذشت. باز دیگر وقت آمدگی است. باید تشویق کنیم. با تشویق، با سخن نیک. ما میدونیم پیامبر محبوبمون یک خادمی داشتن 10 ساله بود. انس ابن مالک رضی الله عنه. یک روزی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به انس گفتن که یک کارش فرمودن. وقتی رفت ساعت ها نآمد. پیامبر محبوبمون از پشت آن رفت که کودک گجا شد. رفت وقتی میدید که در یک جا محفل گوشتینگیری و ورزشی است، همین کودک به همون چی شده است؟ تماشا دارد و به همون فکر گوشش هم فراموش کرد که پیامبر به او چی امر داده بود، به چی کارا فرموده بود. وقت پیامبر گفت برای چی کار فرستاده بودم؟ تو در اینجا چی کار میکنی؟ مسواک میدونیم ما چند قدر است؟ مسواک دندان تازه میکنه. بسیار یک چوبی کوتاهی سبک است که انسان اگر با تمامی قوه اگر با همون کسی رو بزند هیچ لط و هیچ ضربی نمیشه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن اگر ترسی خدا نمیشد من تو رو با همین مسواک میزدم. این زدن، تنبیه کردن برادران عزیزم بجز خون دیل، بجز بدبینی دیگر هیچ چیزی نمیاره. چهارمین چیزی که فرزند رو میشکند برادران عزیزم این اختلافات خانوادگی است. پدر و مادر یکدیگر را حقارت میکنند، یکدیگر را جنگ میکنند در پیش فرزند. فرزند میشکند. پس هر دو رو به احترامی میکنند. هم مادر هم پدر رو به احترامی میکنند. باید هیچگاه اختلافاتی بین یکدیگر را باید در پیش فرزند نکرد. باید با صدای بلند صحبت نکرد در پیش فرزند. برای اینکه در تربیه او مؤثر است. چهارمین برادران عزیزم توهین کردن. تو نمیشه، تو هیچ چیز نشدی یا نمیشه، در آینده هیچ چیز نمیشه، تو کاشکی نمیشدی، دیگر تنبیه و دیگر توهینایی که است. یکی از عالمان دکتر احمد زوین اگر خطا نکنم از مصر است. برنده جایزه نوبل شیمیا است. یکی از انسان‌های مشهورترین. این جایزه نوبل را در سال 1999 گرفت. وقتی از اون مصاحبه میکنند از اون میپرسند که تأثیری کی بود که شما به این عنوان بلند رسیدید، به این کامیابی رسیدید، مهنت و زحمت کی بود؟ دکتر احمد چشمهایش پر از اشک شد و گفت که این همه خدمت‌های پدر و مادرم است. گفتن چی طور؟ گفت وقتی من کودک بودم 2 ساله 3 ساله بودم پدر مادرم میگفتن این دکتر احمد است، دکتر جان از خوابت بخیز. یعنی با احترام قوه ایمانی، قوه روحی کودک رو، قوه ذهنی کودک رو بیدار میکرد. پدرم میگفت پشت دری من نوشته بود که من کودک بودم دکتر احمد جان، فرزند من دکتر میشود، فرزند من در جامعه خدمت میکنه، فرزند من سبب سربلندی من میشود، فرزند من سبب کامیابی بسیاری ها میشود. من در همونجا درک کردم که من در آینده باید شخصیتی شوم که جوابگو باشم در همین نوع. پیامبر محبوبمون میگه در تربیت فرزند حلم داشته باش، نرمی داشته باش، نواسه اش رو
نبیرش حضرت حسن رضی الله عنه بوسه میدادن، اون کتفا میگرفتن، مهربانی میکردن، غمخوری میکردن. یک مرد اومد گفت اتقبلون صبیانکم، ای پیامبر شما فرزنداتون بوسه میکنید و آغوش میگیرید؟ پیامبر فرمود فقالوا لكن والله ما نقبل. اون اعرابی بود یعنی گفت به خدا قسم ما هیچ وقت فرزندانم را موچک نکردیم، بوسه نکردیم، در آغوش نگرفتیم، غمخوری نکردیم. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر محبوب هم فرمود و املک ان کان الله نزعا فی قلوبکم الرحمه، من با تو چیکار کنم که خداوند جل و علا از دل تو هم رحمت و شفقت و مهربانی رو گرفته باشه. پس فرزند رو میشد با سخن نیک تربیت کرد. پس فرزند یک شخصیت های بزرگ، یک شخصیت هایی که مفید و منفعتناک برای ملت و برای اسلام، برای مسلمانان فقط میشود با حلم و با گفتار نیک، با نصیحت نیک، با راهنمایی نیک میشود از یک کودک یک انسان خوب تربیت کرد. یکی از صحابگان که کودک بود میگه که من در حجره پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بودم. وقتی در گردی دسترخوان می نشستیم، من سراسیمه‌وار از بین طبقه از این طرف و از اون طرف با دست چپ می خوردم. پس پیامبر چطور تربیت کردم فرزند رو؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دستش رو بالای سر همون کودک گذاشت و گفت یا غلام، ای بچه جانم، ای فرزندم، سم الله، پیش از که خوراک میخوری بگو بسم الله، به نام خداوند شروع کن. و کل بیمینک، بچه جان به دست راستت بخور. و کل ممن یلیک، بسم الله بگو شروع کن، به دست راستت بخور، بچه جان از پیشت بخور. ما چه خیلی فرزندانم تربیت میکنیم، به دست چپش بخورد یک شکاتی در پشت سرش میزد. پس این ناکامی معنای آن را دارد که ما از سنت و قرآن خیلی دور موندیم. این است که سبب ناکامی فرزندان می شود. ما در آخر دعا میکنم که خداوند جل و علا پدران مادران همه ما را در پناه حفظش نگهبان باشد. خداوند جل و علا پدران و مادران را دعای نیک آنها را برای ما و شما نصیب گرداند. آنانی که گذشتند، پدران و مادرانی که در قید حیات نیستند، پروردگار روحانشان را شاد بدار. پروردگار ما را در تربیت فرزندانمان کامیاب و موفق نگاه بدار. پروردگار ما را در تربیت خودمان، تربیت فرزندانمان کامیاب و موفق نگاه بدار. پروردگار ما را در خدمت دین، خدمت جمعیت، خدمت وطن، خدمت مسلمانان کامیاب و موفق و سوار نگاه بدار. پروردگار این بندگانت و خانه‌ات آمدند و همه ما دست برداشتیم. پروردگار تو خود از دلهای ما آگاهی. پروردگار هر یکی مقصدها و آرزوهای نیکی دارند. پروردگار همگی را به مقصدهای اصلی و رضایت خودت برسان. پروردگار آنانی که خدمت میکنند برای این مسجد و تمام این مسجدها سهم میگذارند، پروردگار در عمر و کسب و کار و فرزندانشان برکتت را همیشگی بگردان. پروردگار آنانی که خدمت به این ملت این سرزمین میکنند، از پیشوای ملت تا سربازهای قطاری، پروردگار همه را در پناه عصمت خویشت نگهبان باش. هدایت و برکت و سعادتمندی نصیب بگردان و در تمام نیت‌های نیکشان کامیاب و موفقشان بگردان. پروردگار همه عبادت‌های ما را قبول گردان. پروردگار به همه ما زندگی با بندگی و پروردگار عمری در روز مبارک با برکت نصیب بگردان. و صلی الله وسلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. آمین آمین برحمتك یا ارحم الراحمین.